به نام یاد خدا هموطنان عزیز سلام. امیدوار هستم هر گوشه و کنار دنیا که هستین جور و صحت و سلامت باشین. بعد از دیر وقتا دیگه امروز خواستیم که یک برنامه به شما تهیه بکنیم و یک برنامه کاملا متفاوت. یک جایی آمدیم که بسیار چیزای ارزان داره و بسیار قیمتای خوب و بسیار جنسای خوب. البته این از آلمانیا از کدام کشور دیگه نیست، فقط افغانای خود ماست. امروز آمدیم به شما معرفی بکنیم که چی چیزای داخل از این مغازه وجود داره و این مغازه در بریمن جدید باز شده و شما ایزا میتونید که بیاین از نزدیک تمام چیزا رو ببینیم و چیزای بسیار ارزان و با کیفیت دارن. میریم داخل میبینیم که چی چیزا داره. با ما همراه باشید، در شما معرفی میکنم بسیار چیزای عالی داره. با ما همراه باشید. سلام علیکم. سلام، خوش آمدین. صحتتان خوب؟ بخیر هستین؟ میشه که بر دوستا یک دفعه خودم معرفی بکنید؟ تشریف آوری شما را اول به امیزینگ سیل خوش آمدید میگم. امیزینگ سیل با مدت 5 ماه است که در شهر بریمن افتتاح شده و خوشبخت هستم که شما رو اینجا همراه خود دارید. تشکر، سلامت باشید. دیگه امید جان، ما این برنامه تون مثلا همین ویدیوتون در تیک تاک دیدم و واقعا خوشم اومد. یک بار باید 100% اینجا برم که چی چیزا دارن. واقعا چیزای بسیار خوب دارن. میشه که برام معرفی بکنی از این سر تا آخر بر دوستانشان بدیم که چی چیزا در مغازش موجود داره. درست. البته ما تمام پروداکت های ما از آنلاین شاپ هست که از آمازون است، آتو، الدی، لیدل، یعنی از تمام فرمای مختلف بر ما پروداکت میاد که در این بخش البته جاروها داریم، جاروهای برقی یا کابل و اشتاب دارگه است که قیمت هایشان مثلا 55 یورو است و تمام این مدل جاروهای ما کسب حساب اینجا لیبلایشان چاپ کردیم که قیمت هایشان 200 250 یورو امیال در آمازون و تمام آنلاین شاپ ها فروخته میشه. خب باز با شما قیمتش چند است؟ قیمت ما مثلا 55 یورو است، تقریبا 70% تا 80% تمام جنس های ما که به حساب است. قیمت از این جاروکا است 55 یورو. در اصل فکر کنم 180 یورو بودن. بله 189 یورو. 189 یورو. بسیار خوب. و در این بخش مثلا ذوق قوت داریم، مدل های زیادترش به حساب آسفکاف شده. قیمت از اینا که است 229 یورو در اینترنت بوده و پیش ما 80 یورو که لغیز هم مدلش هست. مدل های دیگه هم وجود داره که قیمتشان در اینترنت 199 یورو و پیش ما 60 یورو است. واقعا خیلی قیمت های بسیار خوب و بسیار اجناس خوب. دوستان عزیز حتما به امیزینگ سیل بیاین در شهر بریمن نزدیک بانوفم است. خب بریم دیگه طرف چیزای دیگه. درست. دیگه اینجا فکر میکنم بوتا هستن دیگه. تمام کفشای ما البته بعد از یک تخفیف ویژه از خاطر شما، تمام کفشای ما از هفته آینده که روز دوشنبه میشه تمامش بعد از 10 یورو میشه. 10 یورو میشه. همش 10 یورو میشه. البته کالام 15 یورو است، بعد از تمامش 10 یورو. دستکولای دستی ما همش 10 یورو. لباسای ما کتا از 3 یورو هم شروع میشه. بسیار خوب. بریم این طرف ببینیم. این طرف تمامش لباساست دیگه، نه؟ این طرف هم تمامش بوتای زمستانی و ایناست دیگه. دوستان با ما همراه باشین. میریم دیگه. امید جان بر ما نشان میده، کل جای نشان میده بر ما. این بخش هست تمامش جینز حوزه، پتلون، کوت حوزه، یعنی تمام پتلونای هست. این قسمت است که 5 یورو می باشه و کیفای دستی که درباره صحبت کردیم تمامش 10 یورو. این بخش اطفال ماست. تمام لباسا که حتی مثلا پیرانای مفلی طفلانه 9 یورو. خیلی مقبول است. حتما دوستان عزیز بیاین به امیزینگ سیل به شهر بریمن. دیگه لباسای زمستانی است، لباسای تابستانی است، پیرانای محفلی است. پیرانای محفلی که یک بخش از طرف پیرانای محفلی هم حتما میریم. در این بخش مثلا بخش مردانه ماست که سراسر بعضی چیزا رو ما براتون مثلا نشان میدیم. این بالا پوشک است، قیمتش 285 یورو، پیش ما 49 یورو. 49 یورو. یعنی البته خودمون مردانه دارم. خودتون از این استفاده کنید. اینجا بسیار بوتای مقبول است مردانه، نه؟ تمام بوتای مردانه ما کم هستن 15 یورو. بسیار خوب. کوالیتی تمامش 15 یورو. ما کوشش کردیم که قیمت ها رو هم نگاه بکنیم. یک قیمت هر مدل که هست. هر کس هر چی که به حساب خوش داره. در این بخش هم البته لباس های مردانه یاست که قیمت های کلشان سرشان نشسته است. پتلونای مردانه مثلا که قیمتشان بوده 40 یورو، قیمتش پیش ما 9 یورو. 9 یورو. خیلی قیمت های ارزان. باز امید جان با شما ضرر خو نمیکنین قدر مثلا قیمت های ارزان شما به تخفیف موندین؟ خب ما کوشش میکنیم که رقم بزنس که مفاد کم ولی فروشات زیاد بله. که همه روزه
فروشات باشه این رقم بهتر است. زیادتر مشتریتان افغان هستن زیادش آلمانی هست؟ البته در هامبورگ زیادترین فیصدی مشتری های ما افغان ها بودن، ولی در اینجا کردا و عربا زیاد هستن. شما گفتین که از هامبورگ اینجا مدین، یک دکان فکر کنم نمایندگی به هامبورگ هم دارن نه؟ بله، چند مغازه دیگه به حساب در هامبورگ است که لک آوتلت امیزینگ سیل اینجا بود، حالا اینجا آمدن و یا میکس آوتلت بسیار خوب. اونا هنوز هم در هامبورگ، کسایی که هنوز در هامبورگ هستن میتونین رو مغازه ما میشه که آدرسشون بس بر دوستا بگین کدام سرک است؟ میکس آوتلت در بلشید است، لک آوتلت در نادرشید است. از بریمن هم بس بگین برشون؟ و از بریم در غولند سنتر بریم. آدرس هم در تمام بیوی ما در تیک تاک و اینستاگرام نوشته است. بسیار خوب. بریم دیگه طرف ظرفا رو ببینیم، چون افغانای خود ما همیشه پشت ظرف هستن. پشت ظرف میبینیم، میخوایم ببینیم. بسیار خوب. خیلی ظرف از اون طرف شروع می‌کنیم. تمام ظرفای ما در اون طرف است. خیلی شما بفرمایید اول. آها، این طرف. میشه که از اول از این طرف شروع بکنین که می گلاسا و همون چیزاش. مثلا این سیت مکمل ماست 1999. تمام این سیت های ما البته هم با 6 تا گلاسش و امرای یکش. بله 6 تا گلاس جکش و اونجا هم به حساب 6 تا گلاس همراه جکش هست. از این مدل‌های دیگه هم به حساب وجود داشت که تمامش آسفکاف تنها فعلا رنگ‌های نقره‌ایش مانده، از طلایی هم کس یا انشالله که مالای بدی هم ده. گلاس میوه‌دانی و چیزا رو برای میوه‌دانی هم تمامش 15 یورو. اینا باز یک ست است. این سیت مکمل کاست 39 یورو قیمتش است. چند تا کاست باز؟ زیاد است فکر کنم 26 تا کاست. 26 تا کاست 39 یورو. بله. دیگه 26 تا دیگه اینی برای مرچ نمکدانی یا مسالجات آشپزخانه چیز که سرش هم البته بسیار خوب که گلابرک داره که فایخ داخل نشه. 1999. دیگه بریم سمت امو دیگه رو ببینیم. شما بفرمایید. در این بخش هم کسته که البته یا یک تخفیف ویژه به خاطر آمدن شما اصلا 59 یورو بود سیت مکمل آل 49 یورو شده. کدام رنگ فرق نمیکنه و اینجا هم نشته است که مثلا سیت هایشان کدام اندازه را داره و چند تکه است به حساب. اینا دیگه ناسوز هستن؟ بله. دیگه از خاطر تخفیف خوردن همشون بوده که 59 یورو فعلا 49 یورو شده نه؟ 49 یورو. تمام سیت مکمل. دیگه چیزا رو ببینیم. در این بخش دیکور خانه، وسایل دیکور. بله. قیمتاش همش از 15 یورو. 15 یورو البته که هم تخفیف خورده 12 یورو شدن. ارزان ترینشان تا 10 یورو هم داریم 8 یورو. باز در این بخش شموک باکس برای خانم‌ها تمام لوازم وسایل آرایشیشون نه؟ بله لوازم آرایشی رو که بهش لوازم آرایشی اونام از 10 یورو شروع میشه. دیگه اینجا گلاس هست امرای یک درجن گلاس امرای قابکاش. اینجا گلاس هست همه اینا که از 22 یورو و اینا 20 یورو. دیگه اینجا فکر میکنم وسایل به ظرفای آشپزخانه است. اجازه تان باشه یک چیز دیگر براتون نشان میدم که بسیار یک آرتیکل دلخواه مشتریای ماست که مخروش میره که البته دوباره جدید آمده. خوبی از این چی است که داخل از تمام نخات لوبیا یا همه چیزی که به حساب در خانه همیشه کار میشه داخل از این مندازین. خوبیش چی است که خراب نمیشه، فایخی کرد. هر اندازه که کار دارین سوی چپشق میکنین و ما اندازه که به حساب در دیگتان میندازین تمام میشه و خلاص دیگه. اینی خوبی از این آرتیکل. قیمت از این باز چند است؟ 20 یورو است. 20 یورو. ما امی اعلانات از اینی به تیک تاک دیده بودم، فکر کنم زیاد قیمت بوده به تیک تاک دیدم، ولی اینجا خیلی ارزان است. یعنی با خیلی ارزان است. قیمتش 20 یورو کدام پیسه نیست. شما دیگه میتونین مستقیم بریم شهر برمن با امیزون سیل بازی وسایل خریداری بکنین. دیگه فکر میکنم این طرف فقط همی چیزا مونده. هم ظرفای دیگر هم به دوستا بگویم. همی وسایل آشپزخانه است، جالک ظرفا به خاطر از این هم قیمتش کلش است 20 یورو. دیگه همش 20 یورو است نه؟
اینا 20 یورو، 18 یورو. یورو، 16 یورو قیمت‌های مختلف داره. و اینجا هم البته یک باکس داریم که داخلش اگه چیز سرد بانی سرد نگاه میکنه، اگه گرم بانی گرم نگاه میکنه. برای کسایی که طرف کار میره و میخواین. قیمتش چند است؟ 7 یورو. 7 یورو. اینا رو فکر کنم دیگه کلش قیمت های گیلاس های 20 بله. یورویی است و امی هم کارد و این چیزا یک است، قیمتاشون 25 یورو. دیگه شما ببینید دیگه کل قیمت ها که چقدر قیمت ها پایین است. دیگه اون طرف هم امو چیزای دیگر رو معرفی میکنیم. بس بعد از اون بخیر میریم سمت وسایل های دیگه که اون طرف بود. درست. به این بخش هم البته سیت لوازم قاشق. خانه است، سیت قاشق و چیزاست که سیت قاشق چند 18 یورو. 18 یورو است. 18 یورو است، تمامش از 18 یورو و این هم سیت آشپزخانه 25 یورو. فکر کنم هر دو سیتش مکمل است نه؟ تمامش هر دوش مکمل که 25 کار. یورو. بله. بله. دیگه اینی چی رو بر ما چیکنین؟ اینی یا همون گیلاسا سیت را پیشتر قبلی است. بله. که قیمتش حال 19.99 است و این هم یکی از سیت‌های است که بسیار مشتری ها در اینجا ایره خوش دارن. خوش دارن. بله. دیگه برای دیکور خانه و چیزایی را که به حساب خوش دارن در بینش میتونن بانن. اینجا بخش رگزک یا بکس پشتی. قیمت های کلش یک قیمت است، باز یا فرق میکنه. قیمت ترینش 25 یورو و از 19.99 به حساب شروع میشه. 19.99. بله. از 19.99 داریم. خب دوستای عزیز، ما امید جان دیگه میریم دیگه وسایل رو میبینیم. شما با ما همراه باشین، تصاویرایی که ما گرفتیم اونا شما ببینین دیگه. تا وقت ما امید جان میریم میپالیم دیگه چیزا رو به دوستان معرفی کنیم. با ما همراه باشین.
خب دوستای عزیز، ما و جان دیگه رفتیم گشتیم چی رو به شما زا معرفی بکنیم. رفتیم یک چیز بسیار مهم پیدا کردیم که همگی دوست داره دربارش معلومات داشته باشه. دیگه امید این جان بخش پروژکتورهای ماست. پروژکتور که قیمتایشان تا 35 رو شروع میشه. خوبی است که بلوتوت دارین، وی فی که میتونین موبایلتان هم باشون کنکت کنین. یعنی وقتی که آدم فکر میکنه از این که 358 رو قیمتش اینترنت است که شما 85 رو یک فایده. واقعا بسیار قیمتای پایین است. به خاطر که مثل تلویزیون میتونین از پیش استفاده کنین و تمام پروگرام ها در بینش هست، مثل نتفلیکس، یوتیوب و بقیه. حتی میتونین دیش اپ هم دانلود. بله بسیار خوب. دیگه این هم بود بخش پروژکتورها. حالا فقط امی اطرارم با دوستا یک معرفی کنیم، باز بعد از اون میریم سمت امی بابلیس چیزا یا که دختر خانم خیلی دوست دارن از این وسایل بخرن. بسیار خوب. اطرای ما البته از این قسمت که شروع میشه کارا دایرو تقریبا بیش از 10 مدل مختلف شو داریم که با قیمت دایرو. باز بخش دیگر را میریم که اینجا اطرای لطافه یا خمره، تمام اطرای عربی است که نمیال تیک تاک اینستاگرام بسیار هایپ است، همگی درباره صحبت میکنن و پورا بازوی طرف. بازی اطرا از کجا وارد میکنین امید جان؟ این اطرا تمامش از دبی میه، از لطافه کاستک تمامش از دبی میه. ولی قیمت همش 10 یوروست نه؟ از این قسمت قیمتش 10 یورو. تمامش 10 یورو است. بله بازو طرف اطرای دیگه هم داریم که تا 35 یورو البته قیمتش است. بریم در بخش ازی که اتوی موی است، بابلیس است، همین چیزا رو بر دوستک معرفی بکنیم. در این قسمت البته لوازم آرایشی یا داریم برای خانم‌ها که نشته است 6 در یک، یعنی 6 کار همزمان انجام میده که موی خشکن است، شانه است، برس موی است، برای لاکن، تمام چیزا البته در این است که قیمتش است 25 یورو. اتوی موی هستی؟ اتوی موی قیمتش است البته حالا تخفیف خورده 14.99 است. چی قیمتای؟ نه برای دختر خانم‌ها عجله کنین نمونین دیگه بیاین. یک آرتیکل که بسیار بلیب بود برای خانم‌ها که موی قات میکنه یا فرم قیمتش 18 یورو است. 18 یورو. اینم فکر میکنم برس برقی است نه؟ بله. به خاطر مثل اتو است فلش میکنه موی را. بله. و اینم به خاطر ماشینای ریش مردا بر مردا است. هر کس که ریش داره از این واحد دیگه یک داره. خوبش است. یا چارجی است که تقریبا چارج خود نشته کردن اینجا که 3 ساعت نگاه میکنه وقتی استفاده به حساب بکنیم. رنگ‌های مختلف هم داره، رنگ طلایی، رنگ سیاه. و در این بخش باز دوباره یک آرتیکل بسیار خوب برای مردا که تمام آوزت‌ها امرایش هست. بسیار خوب. قیمتش 20 یورو نه؟ قیمتش 20 یورو. 20 یورو. دیگه این طرف نفهم که دیگه چی چیز است؟ اپلیغا و این هم یک آرتیکل بسیار مقبول. ماشینک نخ است و دختر خانم‌ها که یگان وقت یگان بروتکای خدا بروتکای خدا یا میتونن بیرن. دیگه هم فکر میکنم بله این یک سیت بسیار خوب که 7 در 1 تمام حافظت‌ها یایش به حساب میبینیم. مثل امی تقریبا کار انجام میده که کوچکش است و این بزرگ است. قیمت 35 یورو چون حالا وقت وین اختن است که سال هم در تمامی است. تمامش میتونین برای یک سوژه توفه باشه به حساب. بسیار خوب. و اینجا لایت هست نه؟ اینجا بخش تمام لایت و LED و چیزا است. بسیار خوب. قیمت های اینا بس چند LED اینا؟ قیمت های اینا 10 یورو است کاله. 10 یورو است که 20 متر داریم و 10 متر داریم. 10 متر و 20 متر قیمتش 10 یورو. کلش 10 یورو. 10 یورو. قیمت هر کس هر چی لازم داره میتونه. بله. دوستای عزیز با ما همراه باشین. ما امید جان بخیر میریم طرف لباسا و اطرای دیگه که به شما زمین.
بازم خوش آمدین. خوش آمدید. خوش آمدین دوستای زوم جان، خوش آمدین. من میگم خوش آمدین. آمدیم در بخش عطرها. دیگه امید جان معرفی میکنه که عطرها را از کجا وارد کرده و قیمتش چند است. این بخش عطرهای عربی ماست که ما دو مدل مشهور به حساب همیشه هم روش کار میکنیم. یکی لطف است و یکی فرنچ ایوینو است. این عطرهای ما که مثلا است فرنچ ایوینو یا این هم لیکوید براون، این عطر هست میال فعلا به چارت اینت، یعنی یکی از خوبترین عطرها است که لطف البته تمام عطرها را کپی میکنن یا دوپش است به حساب. نه قیمتش هست فعلا 39 یورو، البته از 55 یورو اینا همش تخفیف خورده، یا هم قیمتش پیش از این بوده 55 یورو و حالا است 39 یورو. عطرایی که بسیار مشهور است کم اگه درباره‌اش گپ میزنه لطف خمره. این عطر است پیش ما 35 یورو از قیمتش، که از هم دو مدل مختلف شده داریم، یکی دو قهوه است و دیگرش دوخن میباشه، اینی هم خمره. چندین نوع عطر اینجا داریم، فکر کنم یارا بله زیاد از کمپانیش زیاد است، نه از هر جای وارد کردن. مدلش مختلف است، خصوصا برای خانم‌ها که بسیار دوست دارن و یکی از عطرهایی است که یعنی همه روزه در فروشات ما می باشه. یارا چطور است برای شما؟ این بوی زیره بسیار خانم‌ها میگه که خوبش است کی؟ واقعا خیر درسته. اینجا مدل‌های مختلفش از غام دفته داریم، عطرای برای خانه که قیمتش 5 یورو است. بس یعنی از 5 یورو تا شروع میشه. اینا خب بس کاپی نیستن، مثلا فکر نیستن کلش هست. نه کلش هست، کلش از دبی به حساب وارد میشه و با زمانت از این چیزا دلتان جمع باشه. دوستای عزیز هر وقت تونستین میتونین بیاین به امیزینگ سیل، امید جان براتون تخفیف میده. 100% تخفیف میده. تخفیف میده براتون، بیاین و بسیار اجناس خوب در بهترین قیمت ها، بسیار قیمت های پایین. واقعا من دیدم اعلانشون در تیک تاک دیده بودم، اومدم گفتم باشه از نزدیک ببینم چی دارن و من مجبور ساختم که اومدم اینجا ببینم قیمت هایشون رو ببینم، لوازم هایشون رو ببینم. واقعا تایت خوش آمدید. سلامت باشین. حالا بریم دفعه پیرانای محفلی رو به حساب، چون اینا قیمت ها یایشان بهش نشسته است. مثلا قیمت از این از یک بوتیک گرفتم که اونا میفروختن 33 یا 39 مثلا قیمتش به شما هست 70 یورو. این هم پیرانای محفلی ما هست به حساب، رنگای مختلف، مدلای مختلف، خیلی مقبول. کلش 60 یورو 70 یورو، اما قیمت ترینش 70 یورو از به حساب. خیلی پیرانای مقبول. سایز کسایی که مقبول دارن میتونن بین از پیرانا استفاده بکنن، بسیار قیمتای خوب داره. دیگه این پیرانا رو میبینین تمامش 60 ماکسیمال 70 یورو. 60 تا 70 یورو. بله. دیگه اینجا فکر کنم این طرف پیران است. نه اینجا من میتونم براتون یک پیران جالب نشان بدم. وزن زیر یک دفعه ببینین. بابا خیلی سنگین است. نه و جالب. فقط از یک رنگش دارن؟ از یک رنگش داریم. سر بر دوستان میخوایم نشان بدیم که قیمت از اینا در اینترنت مثلا چند است. 1800. 1800. ولی بازم پیش ما 49 یورو. 49 یورو. بازش خیلی زیاد است. هر کسی باشه رو داشته نمیدونم بهش. دیگه از این کمپانی اگان مدلای دیگه هم بر ما به حساب رسیده که تو اینا همش دیگه تک سایز یا یک دانه دو دانه به حساب میاد. پیرانای خیلی خوشگل، خیلی مقبول. دیگه میتونی که قیمتاشون بگی اونی جان که دوست من قیمتاشون بله قیمت از این است مثلا 39 یورو. 39 یورو. ولی قیمت اینترنت برای شما مثلا از یک نشان دادم که اینا برای چند فروش میرسن و ارزشش در بازار چند است. میگن حالا مشتریای عزیز یا بینندای عزیز بیاین اینجا، برای هر کی هر کس یک شوق ذوق از خود داره. دقیقاً. هر کسی هر نوع لباس دوست داره، از خاطر شما میتونین که بیاین ببینین از نزدیک، چون خیلی زیاد است. اگه ما امید جان نشان بدیم خیلی زیاد است، خصوصا چون با در لباس آدم سر کار داشته باشه روزانه یک رقم بخیم احساس از دیگه تو احساسی که مثلا خانم‌ها داره من ندارم. اینا هر روز یک مدل نومه، هر روز باید لباس بکشیم دیگه. ببینین و بیاین لذت خیلی لباسای مقبول است. دیگه کدام بخش مونده که با دوستا معرفی نکرده باشیم امید جان؟ کدام بخش مونده به نظر خودت؟ بخشا فکر میکنم که هر چی که به حساب بگردیم هنوز من میتونیم در
دسکاولا و یا را به حساب نشان بدیم. یک دیسکالا رو نشان میتیم. باز بعد از ظهر بخیر امروز دوستا خدافظی میکنیم که درست. وقت شما رو نگیریم و وقت برنامه هم زیاد نشه، دوستام خسته نشن. بسیار خوب. که فکر میکنم دیسکالا این طرف است. دسکالا اینجا. خب این بخش دسکاولای ماست به حساب که تقریبا از 9 رو شروع میشه. ماکسیمال 15 رو. خیلی مقبول. دسکاولای ایتالیایی هستن که رنگای مختلف، مدلای مختلف. در این بخش هم کسایی که به حساب دستکاول خوش ندارن یا لازم ندارن، بکس پشتی هم با رنگای مختلف، سایزهای مختلف، قیمتای خوب دیگه. واقعا خیلی دسکاولای مقبول، خیلی لباسای مقبول، خیلی وسایلای عالی، اطراف، ظرفا، همه چیز که دوست شما میبینین به بسیار قیمت کم شما میتونین به دست بیارین از شهر برمن. مثلا یم بکسک دستی یا پدمونه برای 2 یورو میشه که رو به دوستا یک بار بازش کنین، نشانش بدین، یک دونه بازکدگیش نشان بدین که ببینن دوستا ببینن شما که در چند خانه و چیزام به حساب داره. فقط در بدل 3 یورو. خیلی عالی است. باشه که دوستای عزیز مشترک خیلی زیاد است دیگه. ما از خاطر خب دوستای عزیز دیگه شما دیدین که ما در امیزینگ سیل امرای امید جان همه چیز به شما ایزا معرفی کردیم و شما ایزا میتونید که بیاین با امیزینگ سیل و از این لباسا، ظرفا، دسکاول، بود، هر اون چیز شما خواسته باشین و بسیار قیمت کم و با بهترین کیفیت از دست بیارین دیگه. از خاطر امید جان اگه شما خودتان چیز گفتنی دارین به دوستا بفرمایید. بازم تشکر از اینکه قدم رنگ نمیدین و آمدین به امیزینگ سیل و خوشحال هستم که بعد از هم وطنهای خود ببینم. بله. مشتریای جدید به حساب ببینیم و تا وقتی که به حساب ما بتونیم قیمت‌های خوب برای شما عرضه می‌کنیم. بله. دیگه میریم اون طرف امی بکسای دیگر با ما معرفی میکنیم. باز بعد از امروز دوستا خداحافظی میکنیم. البته اینجا بکس‌های سفری هم داریم از مارک تراولی که یک سیت مکملش مثلا در خود سایت هست 250 یورو و قیمتش به شما 100 یورو. یعنی هر چیز تقریبا که ما در مغازه هم رقم گفتیم 70 الی 80% ما ارزانتر از قیمت بازار هستیم و کوالیتی از دیگه چیزی که میگایان است چی عجب به بیان است. شما خودتان ببینید و بگین. نه واقعا کیفیتش خیلی خوب است. قیمت از این باز چند است امید جان؟ قیمت از این است 35 یورو. 35 یورو. مثلا کوچک یا بزرگش فرق نمیکنه، تمامش 35 یورو. 35. خب دوستای عزیز تشکر از اینکه بیننده برنامه ما بودین و تشکر از امید جان عزیز که با ما وقت دادن، آمدن امروزشون صحبت کردیم، معرفی کردن مغازه‌شان. دیگه در آخر اگه امید جان چیزی گفتنی داشته باشه به شما ایزا باز خداحافظی میکنیم. ان شاء الله که همه شما را در شهر برمن در مغازه امیزینگ سیل ببینم. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. متوجهتان باشین. وقتتان بخیر. تشکر بسیار زیاد امید جان. دوستای عزیز این بود برنامه که تقدیم شما ایزا کردیم. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان و حتما به امیزینگ سیل بیاین به خاطر خریداری در شهر برمن. تا دیدار بعد خداوند یار و نگهدار. خدا.